های سیل من با همین سرعت بارون رو دور کردن نمیشد. سیل بارون در روحی سرافشان خوجان منطقه سپیتامین جبار رسولوف در اومدیم. بسیار بارون سخت، شمال سخت، سیل بارون و همینجا ما یک دو نفر دیدیم که حتی در همین بارون سخت هم با سکوتر با دوچرخه از کار به خونه میروند و این درخت ها از شکستگی. ما همین یک بارون سخت مشاهده کردیم. شما چی؟ در منطقه شما بارون بود؟ جولا هم مشاهده کرده ایستادیم، که جولا زده ایستاده است. جولا های مایده موشین ها همی زیری بارون موندن. که بارون های سخت منم همه جای سیر زیر کرد. خانه های مردم پر از سیل، فقط اینجا بارون نمیموند که ما همین روشن میشدیم. ما به خوجان در اومدیم. فکر میکنید که همین بالای آب خطی رفته شده. به نهایت بارون سخت. خداوند تمام بنده هاش از بلاها نگه دارد. چندین ساله ها که بارون نبود و این تاج نوی در آمدگاه خوجان. خب منطقه سیو میکرانوهیه او ببینه ما به نهایت آبی باید بلند، آبی کوچه ها بلند. خب چخماق میزند رعد و برق. بارون بسیار سخت است و حاضر خودی حاضر ما همین افکت بارون رو به پرگی نشان داده نتونسته ایستادیم، برای اینکه ما از داخل ماشین میریم. میگم بارون سخت ضررآور علل خصوص برای همین کیها باغبان ها. من از سال 2014 اگر چنبره که ماشین باشم اولین مرتبه خیلی بارون سخت در این خیلی بارون سخت ماشین حرکت دادم. بارون خیلی سخت و حتی 10 متر دورتر درست دیده نمیشه.